فرق کلاود با کلاود کد. سلام، من روزی هستم و امروز قرار براتون فرق واضح کلاود و کلاود کد رو بگم. ببینید، کلاود با کلاود کد خیلی خیلی متفاوته. دارم این رو برای کسایی میگم که واقعا نیازی یا به کلاود کد ندارن یا نیازی به کلاود ندارن. ببینید، بیاین اول ببینیم کلاود چیه. کلاود یک دستیار شخصی مثل همه دستیارها، مثل چت جی پی تی، جمینای و دیگر چیزایی که من الان اینا معروف ترینشون بود گفتم. مثل ایناست، یه دستیار شخصی، یه باتی، یک چت باتی که جواب به ما میده، جواب خیلی تمیز. اما کلاود کد چیه؟ یک ابزار و ایجنت برنامه نویسه که برامون برنامه نویسی میکنه. اسمش باشه کلاود کد. و اما استفاده اصلی اینها چیه؟ استفاده اصلی کلاود که برای کسایی که گفتگو، تحقیق، یادگیری، نوشتن و یا چیزهای دیگه رو میخوان امتحان بکنن و زیاد کارشون جدی نیست. اما کلاود کد مناسب ساخت و تغییر پروژه های سنگین، ساخت وبسایت های خیلی بزرگ هستش که میتونین ازش استفاده کنین برای کسایی که میخوان توی انجینیرینگ و ساخت اپ با هوش مصنوعی استاد بشن. و بخوام از محیطش براتون بگم، محیط کلاود یه وب اپلیکیشن ساده است، مثل همه چیزا، مثل چت جی پی تی، جمینای، مثل همینا که خودمون داریم استفاده میکنیم. اما محیط کلاود کد باید یه محیط مختصر دیگه داره که ما میتونیم این رو روی بیشتر محیط های دیگه هم پیاده سازی بکنیم. منظور از این که محیط های دیگه هم پیاده سازی بکنیم چیه دقیقا؟ بخوام بگم، شما میتونید کلاود کد رو توی وی اس کد یا همون ویژوال استودیو کد که برنامه‌نویسا منظور من رو میفهمن و همون کلاود دسکتاپ که یک بخشیش برای کلاود کد هستش و اما ترمینال که اینا برای کلاود کد بود که میتونید ازش استفاده بکنید. برای چه کارهایی حالا خوبه؟ گفتیم که برای کلاود گفتگو، تحقیق، یادگیری و نوشتن. برای حالا چیزهای دیگه داریم ما و برای کلاود کد هم ساخت و تغییر پروژه ها. برای کار با فایل ها و میخوایم تغییرشون بدیم فایل ها رو، اینکه کلاود برامون یه سری فایل هایی ساخته، چه میخواد از هر فایلی باشه، فایل چه میدونم، بخواد فایل ورد باشه، کتاب باشه، هر چیزی، ما این فایل ها رو میتونیم به سادگی توی کلاود کد تغییر بدیم. اما توی کلاود دسکتاپ یا کلاود کلا محیط برنامه‌نویسی کلاود زیاد خوب نیست و نمیتونیم به راحتی تغییر بدیم و این خیلی محدود هستش. اجرای دستورهای کامپیوتری رو کلاود کد بیشتر پردازش میکنه و میتونه حرفای شما رو بهتر بفهمه و یک نتیجه جذابتری به شما بده. و اما کدومشون بیشتر مناسب برنامه‌نویسی؟ خب از اسمش معلومه که کلاود کد. اما برای کسی که بخواد چه میدونم یه پروژه کوچیکی بسازه، چه میدونم برای مثال آب و هوا، ودر اپ بسازه، ماشین حساب بسازه، چیز ساده ها، نه چیزای خیلی چیزای چی بگم، مثلا بخواد یک وب اپی، یک پورتفولیو بسازه یا یک چیز خیلی ساده‌ای بسازه، خب ترجیحاً کلاود خیلی خوبه.
کلاد خوبه براش، نیازی به کلاد کد نیست که اون همه دنگ و فنگ داشته باشه برای نصب کلاد. اما اگه بخواد برای پروژه های پیچیده و نیاز به بک‌اند و اینا 100% بهش میگم کلاد کد، چون که دسترسی به پروژه ها مهمترین اصل برای وایب کدینگ، که وایب کدینگ هم خواهم گفت چیست. اما اگر شما یه دانش آموز یا یک کسی هستین که میخواد از کلاود یا کلاد کد به عنوان تحقیق استفاده کنه، باید بگم که 100% 100% که کلاود خوبه. اصلا ندین سراغ کلاد کد. توی کلاد کد میگم کلاود عالی تره، یعنی بهتره نسبت به کلاد کد. ولی مناسب برای ساخت وبسایت میتونم بهتون بگم که گفتم برای ساخت وبسایت های ساده واقعا نیاز نیست شما برید کلاد کد رو نصب کنید. فقط کافیه یک پرامپت خوب بهش بدید و بهتون میده، نیاز نیست زیاد کار کنید. ولی افرادی که خیلی زود خسته میشن از کارهای پیچیده برای به دست آوردن یک نتیجه خوب و میخوان سریعا یه نتیجه بگیرن، نه نتیجه خوب، کلاد راحت تره، راه اندازیش خیلی راحت تره. خب ما یه ساینینی میکنیم، چند تا گزینه میزنیم، وارد محیط برنامه‌نویسی کلاد میشیم، اما وارد محیط چتبات کلاد میشه. اما برای کسی که میخواد یک پروژه قوی بسازه و خیلی صبر داره، قطعا کلاد کد بهترین انتخابش میتونه. و اما مزایای کلاد و معایبش رو میخوام بهتون بگم. مزایای کلاد اینه که توضیح دادن مفاهیم خیلی خوبه. توضیح دادن مفاهیم عالیه. کمک به یادگیری برنامه‌نویسی، نوشتن و اصلاح متون و متن‌ها، تحقیق و تحلیل، کار با فایل‌ها و اسناد. میتونه میگم فایل هزاران صفحه‌ای رو برات، کلمه‌ای که بخوای راحت توش پیدا کنه یا هم پردازش کنه و با میلیون‌ها فایل، یعنی میلیون‌ها کلمات سر کار داشته باشه. مناسب برای افرادی که ایده پردازی خوبی دارن. رابط کاربری ساده تری داره، مناسب برای افراد که میخوان زود به نتیجه برسن. و اما میتونم بگم معایبش، کنترل مستقیم شما روی پروژه کامپیوتری ندارید. نمیتوانید مثل کلاد کد آزادانه یه فایل رو حذف کنید، پروژه ایجاد کنید، ویرایش کنید. اینجور چیزا رو ندارید. برای پروژه های بزرگ برنامه‌نویسی توی محیط خود کلاد نیاز به دخالت بیشتر خود ما داره. اوکی، یعنی خودت باید بری اسکیلش رو بخونی، با توجه به اون اسکیل باز دوباره بیای خلاصه اسکیل رو بهش بدی، بگی با توجه به این اسکیل باز کار کنه و اینا. حالا اسکیل رو هم در قسمت‌های آینده، در جلسات آینده خواهم گفت. خب اما میرسیم به کلاد کد. مزایا و معایب کلاد کد رو بیام بهتون بگم. مثلا تو فکر کن یه پروژه داری، توی پروژه‌ت یه پروژه مای وبسایت داری که توی پروژه چندین تا فایل هستش و میتونی از کلاد کد راحت بخوای مثلا توی فایل پکیج جیسون این کلمه رو به این کلمه تغییر بده. اینقدر میتونه برای تو دقیق باشه. ولی دیگه خیلی خوبه. مزایای دیگه‌ای که داره خیلی قویه برای پروژه های واقعی.
که میخوای اونا رو رشد بدی. خواندن تعداد زیادی فایل پروژه، ایجاد و ویرایش فایل ها، اجرای دستورات، پیدا کردن خطاها، کمک به گیت، مناسب ساخت وبسایت و اپلیکیشن و نرم افزارهای پیشرفته، میتونی توی چند مرحله از یک کار رو خودش تماما انجام بده. اما معایبی هم داره. برای کارهای معمولی کلاود یکم پیچیده تره. یعنی ما بخوایم بگیم که سلام باش احوال پرسی کنیم، ممکنه زیاد خوب نباشه برای گفتگوهای ساده. اصلا چه کاری میریم مثلا کلود استفاده میکنیم. اوکی. معمولا نیاز به محیط ترمینال داره. برای پروژه بزرگ ما همیشه از TMD یا پاورشل استفاده میکنیم و مصرف و اعتبار خیلی اینجا درگیره، سریعتر تموم میشه و تو باید صبر کنی تا روز بعد تا اون دوباره شارژ بشه. برای چت و تحقیق روزمره اصلا مزیت خاصی نداره. کلاود بهتره. گفتم که اگر دسترسی های لازم رو داشته باشه، باید حواست باشه که چه تغییر روی پروژه انجام میده و تغییرات باید خیلی حساس انجام بشه و پرامپت های خیلی مفیدی بهش بدی. در کل کلاود میتونه طراحی معماری، ایده دادن، نوشتن پرامپت، توزیع کدها، تحقیق، برنامه‌ریزی کمک کنه برای ساخت وبسایت. اما کلاود کد برای ساختن فایل‌ها، نوشتن کد، اصلاح باگ‌ها، اجرای پروژه، تغییر ساختار پروژه، تست و دیباگ خیلی کمک کنه. یعنی خیلی ساده بهت بگم، کلاود بهت میگه که چی کار کنی و چرا این کارو کنی. اما کلاود کد رو داخل انجامش میده. یعنی بخوام بگم این دوتا در واقع میتونه به هم متصل هم باشه. تو از کلاود میگی که چجوری این کارو بکنم و میگه که چه کار بکنی و چرا همون کار بکنی. دقیقا همون رو برمی‌داری توی کلاود کد پیستش میکنی. نمیگم یه راست نمیگم، ولی میگم که میتونی همون رو یه راست توی کلاود کد پیستش کنی و عمل کنه دیگه بدون هیچ سخنرانی. بخوام مدل هاش رو هم مقایسه کنم، ما 4 مدل داریم توی کلاود که هر کدومشون باز دستبندی میشن 4-5 اینا: اوپوس، سونت، هایکو و کلاود کد هست. ولی الان فیبل هم اومده، فیبل 5 که دیگه قول اینها شده. قدرت استدلال اوپوس خیلی خوبه، عالیه. سونت بهش 4/5 میدم، 4.5/5 میدم. هایکو هم که دیگه همونجوری دیدین خودتون که هایکو یک مدلیه که کاملا رایگانه و شما وقتی ازش استفاده میکنید زیاد جالب نیست و 3 میدم نشسته. و اینا که گفتم همشون وابسته به مدل اینا. سرعت اوپوس 3 بهش میدم از 5. سرعت سونتو 4 میدم از 5 و هایکو هم 5/5. همه اینا وابسته به مدل. اوپوس خیلی بالایه اما و سونت متوسطه دیگه. بین اینا بخوام بگم اوپوس تا وقتی که فیبل نبود تاپشون بود و تاپ مدل ها بود. ما وقتی که فیبل آمده فاتحه اینا رو خونده. هایکو هم که خیلی پایینه دیگه، زیاد چیز نکنه. کد نویسی همشون عالی هن ولی هایکو پایین ترین نشونه. درباره پروژه های بزرگ فیبل خیلی خوبه ولی اوپوس هم خیلی خوبه. کارهای ساده اوپوس خوب نیست. سونت و هایکو میگن خیلی خوبه.
و اینا. من اینجا یه جدولی میذارم، خودتون میتونید ببینید چه کارهای خوب، چه کارهای خوبه، چه کارهای خوب نیست. و اما اینا برای کارهای قوی و سخت بهترین انتخاب کلاد اوپوسه که هم رایگان نمیگم کاملا رایگان، محدودیت داره اما روزانه شارژ میشه. اما میگم قوی ترین مدل ایجنتیک آنتروپیکه که تا الان من دیدم. فیبل خب پرویه، برای همین من اسمی ازش نبردم، چون ما توی ایران هستیم و زیادی بهره‌مند نشدیم از اون چیزها. برای همونم متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم جز اینکه صبر کنیم شارژ بشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یاد نره. من توی چنلم یه عالمه آموزش هوش مصنوعی میدم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.